ببینید همستر چی برام فرستاده. بعد از این همه انتظار و بعد از این همه انتقاد بالاخره سیستم پاداشدهی همستر مشخص شد. یه دونه ایمیل اینجوری براتون میاد. این ایمیل رو وقتی باز کنید بهتون میگه که شما افتخاراتتون چیه و چه افتخاراتی تا حالا به دست آوردید. وقتی وارد همستر میشید یه گزینه داره اینجا، قسمت اسکین هست این بالا که میتونستی پوسته ها رو بخری. روش کلیک میکنی، یه سری فاکتورها گذاشته اینجا، CA رو میزنی، یه سری فاکتورها گذاشته، مثلا چند تا فرند رو دعوت کردی، چه کارتایی ارتقا دادی، تا لول چند کارت تو بردی، چقدر کوین کسب کردی، یعنی چقدر سکه کسب کردی، چند نفر رو دعوت دادی، چند تا اسکین گرفتی، پروفیت چقدر بوده، چند تا ویدیو یوتیوب نگاه کردی، چند روز کلا تو همستر بودی. همه اینا رو بهتون گفته و مهمتر از همه چی اینه که شما همین الانش هم میتونید اینا رو ارتقا بدید. یعنی هر کدومشو که نگرفتید، مثلا من همین الان این اسکین ها رو 5 تاشو گرفتم، یکی دیگهش برام روشن شد. پس برید اینا رو کامل کنید، ولی مواظب باشید که سکه هاتون رو هدر ندید. این ویدیو هم برای دوستاتون بفرستین. ویدیو کامل آموزشش رو توی یوتیوب میذارم براتون. برای دریافتش فقط کافیه عدد 3 رو این پایین بفرستین.